اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. وزارت دفاع ملی میگوید که در این دیدار دو طرف در مورد تحکیم روابط ایران و افغانستان و شماری از موضوعات مهم دیگر بحث و گفتگو نمودند. ریاست عمومی کمیته ملی المپیک و ورزش میگوید رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان آقای محمد یوسف کارگر در جلسه سالانه AFC اشتراک نمود. قماندانی امنیه کابل میگوید نیروهای امنیتی حوزه هفتم قماندانی امنیه کابل یک گروه 3 نفره سارقان مسلح را دستگیر کردند که از مناطق مختلف شهر کابل سرقت مینمودند. سخنگوی وزارت شهدا و معلولین میگوید در ولایت هلمند و نیمروز به 120 خانواده نیازمند که در آن ایتام، بیوه و معلولین شامل بودند از سوی یک مؤسسه خیریه کمک نقدی دریافت نمودند. وزارت معارف میگوید رئیس بنیاد معارف ترکیه با سرپرست وزارت معارف دیدار نمود. وزارت مسکن و شهرسازی میگوید طرح دیزاین نقشه تعمیر ریاست شهدا و معلولین ولایت فاراس ساخته شد. هلال احمر افغانی میگوید 17 کودک دیگر مبتلا به بیماری قلبی امروز در شفاخانه آریانا کابل بستر شدند. همچنان می‌افزاید که در 5 ماه گذشته هلال احمر افغانی 627 کودک مبتلا به بیماری‌های سوراخ قلب را به شفاخانه‌ها جهت تداوی معرفی کرده است. سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل مولا نورالله نوری در ولایت هلمند در سخنرانی به یک جلسه بیان نمود. این وزارت میان ملت و حکومت حیثیت پل ارتباطی را دارد. مشکلاتشان را میشنود و برایشان راه حل‌ها دریافت مینمایند. و می‌افزاید که با روی کار آمدن امارت اسلامی این وزارت 17 منازعه قومی بزرگ را حل و فصل نموده است.